شوق داریم که جان دادن را در این دنیا تجربه کنیم، هر لحظه، به عوض یک بار مردن 100 بار بمیریم. امیدوار هستم که با همکاری شهروندای خود ما در قسمت رعایت اصول بهداشت دستاورد خوب داشته باشیم. در غیر از او ما خود به دست خود کمر نظام صحی افغانستان را بشکنیم و بعد از او باز شما تا 100 بار مرا ملامت کنین، نظام صحی را ملامت کنین، مریضتان نفس دوباره پیدا نمیکنه. خدا را ما شاهد میگیریم، یک تعداد رسانه‌های ما شاهد است، شهروندای ما شاهد است. چیزی که در توان انسان از 2 برابرش تلاش میکنیم، شبها را تا صبح بیدار هستیم. ما به ناچار با مراجعه به آمار مجبور شدیم که در 16 ولایتی که مکاتب مسدود بود او را تمدید کنیم بر 2 هفته. سخت‌ترین تصمیم است به عنوان وزیر صحت وقتی که ما بر پایش امضا میکنم. یک، امروز کمیته تکنیکی ما با همراه با کمیته ساینس، اپیدمیولوژی و تحقیق آمار 18 ولایت دیگر را مرور میکنه و تصامیم سخت در مورد 18 ولایت دیگر هم گرفته میشه، به شمول ولایت بغلان و هرات که در اونجا متاسفانه واقعات رو به افزایش هست و به تکرار از جانب معارف و صحت عامه ما درخواست مسدود ساختن مکاتب را دریافت میکنیم. هماهنگی تمام ساختارهای صحی سبب موثریت بیشتر، کم شدن مصرف و جلوگیری از تضاعف میشه. چنانچه یک مثال بسیار خوبش ما در چند روز گذشته که تنگاتنگ کار میکردیم دیدیم که تشکر میکنیم که ترینرهای درجه اول افغانستان که توسط وزارت محترم صحت عامه با همکاری تمام شرکای کاریش آماده هستند، در سراسر کشور به شفاخانه ما هم آمدن تریننگ دادن. این خودش یک مثال استفاده مؤثر از امکانات است، چه قوای بشری باشد چه قوای فیزیکی و سایر مسائل.